السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک قصه رخ داده به همین اروپا نه چندان سالهای دور، بلکه می 3-4 سال گذشته. از زبان برادر مسلمانمان ایشان میگه که ما در مساجد بودیم که احوال آمد که یک خانم مسلمان را میخواهند بسوزانند و ما اول جوایشان شدیم، آدرسش را پیدا کردیم، رفتیم و نگاه کردیم. متاسفانه که ایشان هم افغان بودن و پرسان کردیم که و هم مسلمان بودن، مسلمان های به نام، یعنی به نام ارسی، فقط مسلمان های ارسی بودن اینا. ما شما چند رقم مسلمان داریم؟ مسلمان های جمعی، مسلمان های ایدی و مسلمان های رمضانی. این رقم از این رقم مسلمان بوده و اینا دور بودن از مراکزهای اسلامی و نداشتن دوست خوب، کنتکت نداشتن در مساجد. اینا دیگه چند تا دوستای ملحد داشتن، از اینا پرسان کردن که ما چه رقم بکنیم که دفن و کفن مادر ما ارزان تمام شود. کسایی که در اروپا زندگی میکنن میدانن که دفن و کفن در اروپا یک کمی قیمت است، نه در حدی که تو بری مادر خود را بسوزانی. و ما رفتیم گفتیم که این مادر را ما بتیم که ما در طریقی اسلامی دفن و کفن کنیم، که پیش از ما فرزندایشان امضا کرده بودن که مادر ما بسوزانی. وقتی که یک فرزند بره امضا بکنه که مادر ما بسوزانی، من و تو اجنبی یا کسی دیگه که ببریم بگیم اینا بتید ما دفن بکنیم، این کار هیچ موقع نمیکنه. و ما جویا شدیم که چه رقم شد و گفتن که اینمی دوستای ما دما امیر رقم مشاوره دادن و گفتن که وقتی که نسوزاندم خاکسترش بیارین در یک گوشه خانه بمانین، نه روز یک گلاس آب بتین، دمی رویتانم هست. و سپس بعد از سوزاندن مادر اینا یک دعا گرفتن، گفتن که هر کس میخواین بیاین در مادر ما دعا کنه و مادر ما در گوشه خانه ما هستن. این رقم دفن و کفن اینا نامش چی میمانه؟ مدرن. یعنی که هر چیز از چیز خود برآمد، یعنی اضافه شد، اون به مدرن میمانه. یا کسی ایجاب خود پس کرد و مدرن شده و پیشرفت کرده، یا کسی که شراب خورد و پیشرفت کرده، و یا کسی که خب نوازش او پیشرفت کرده، یاد گرفته. این رقم یک نام در سرش ماندن. و بعد از این سپس دست خالی برگشتیم. و برادران و خواهران گرام قدر، پس ما شما فکر خدا بگیریم، کل چیز امی زندگی نیست که ما در زندگانی خود هستیم، پس مردن خودم داریم. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگن که 2 روز ما غذا نخوریم اما وصیت خود را بکنیم. پس این یک کشتی هست به مثل کشتی نوح که در راه روان است، کی آمد و ماند و کسی که گفت که اینا گپای الهی است و اونا هلاک شدن. جزاک الله خیر. خداوند شما خیر بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.